HTML فرم این پروژه‌ای که می‌خوایم مثلشو بزنیم. بیایم پایین، اینجا یه فرم واسه رزرو تور داره، نام، تلفن، ایمیل، تاریخ که انتخاب می‌کنه، بهش میگن سلکت. بیایم پایین یه متن می‌تونیم اینجا بنویسیم، خیلی طولانی‌تر از اینا کوچیکه متنش، درسته؟ خب بریم ببینیم چجوری تولید کردیم اینا رو حالا واسه پروژه‌مون یا چجوری تولید کنیم. بیایم پایین، اینجا دو تا هم باتن داریم، دکمه باتن. اگه من اینجا یه چیزی بنویسم این حذفش میکنه، هر چی بنویسم حذفش میکنه. اینم ارسال میکنه فرمو توی سرور. بعد با برنامه PHP مثلا یا پایتون اطلاعاتو میگیریم میذاریمش تو دیتابیس، بعداً به کاربر نمایش میدیم یا بهش زنگ میزنیم. اوکی، فعلا با اون قسمت کاری نداریم. بریم توی گوگل طبق معمول سرچ کن HTML فرم. بیایم پایین WT Schools باز میکنم، یه سایت MDN هم باز میکنم که اگه میخوایم مستقیم موزیلا رو بیاره اینجا قرار شد سرچ کنیم MDN، مستقیم MDN رو میاره. ببین من این سایت رو بررسیش کردم MDN رو قبل از اینکه این فیلمو ضبط کنم. اینم WT Schools. اینا توضیح سمت چپ رو نگاه کن، اینا توضیحات فرمه. خوب نبود، جالب نبود، به دردم نمیخورد. یه نگاه کلی بندازیم سایتشو، بعد بریم رو VS Code. من تو یه رو بهت همه فرمو میگم، میبندیمش میذاریمش کنار. خب بیایم پایین. فرم شامل چه چیزایی میشه؟ یه تکست فیلده، بیایم پایین، یه مستطیلی که میگه اطلاعاتو وارد کن. مستطیل کوچیکه معمولا، مثلا در حد اینکه نامتو وارد کن، پسوردتو بزن، این داستانا. همتون هم احتمالاً دیدید. بالای فرم یه توصیف هم داره دیگه، ببینم میگن لیبل، فرست نیم، مثلا اینجا میگه نامتو وارد کن، اینجا میگه لاست نیم، اینجا میگه فامیلی تو وارد کن. اوکی، بیایم پایین. شو تکست فیلد اولین مورد. دومین مورد لیبله که بهت گفتم اینا میشه لیبل، توضیحات. بیایم پایین، با برچسب لیبل مشخص میشه. بیایم پایین تر، رادیو باتنز. بیایم پایین، این گردایی که روش میزنیم فقط یکی رو میتونیم انتخاب کنیم، میبینی؟ یا بین چند تا گزینه فقط یکی رو میتونیم انتخاب کنیم، به اینا میگن رادیو باتن. بیایم پایین، چک باکسز. بیایم پایین بریم چک باکس چیه؟ اینا که تیکیه، مثلا میگی میخوای پسوردتو سیو کنی با ایناست مثلا. خب بیایم پایین، دیگه چی داریم؟ آها، دکمه‌ام که بهت گفتم، نه نگفتم، یه دکمه داره فرم. بیایم پایین‌تر، بیایم خب بریم روی elements. دیگه چیا داره فرم؟ بیایم پایین، یه تکست آریا داره، مثل این یه مربع یا مستطیل خیلی بزرگ داره که میتونیم چند تا متن یا متن‌های زیادی وارد کنیم. باز بیایم پایین، باتن هم که گفتم. اوکی، همینا بود. یه فرم شامل همینا میشه. یه دونه سلکت هم داریم مثل این که نگفته بود باز. اوکی، خب بیایم پایین، اینجا نگاه کن اینا رو. ما با فرم کار داریم، با اینپوت کار داریم، تکست آریا کار داریم. این تکست آریاست، به این میگن تکست آریا. این متن بزرگ، میبینی؟ کجا بودیم؟ اینپوت چی؟ اینپوت هم الان بهت میگم، بریم رو کار بهت بگم. فرم هم بهت میگم، لیبل رو بهت گفتم، همین الان فهمیدید چیه موضوعش. این دوتا رو کاری نداریم دیگه، یه جورای قدیمی شده، رفته رو CSS باش کار میکنیم. چرا بعضی قدیمی میشن؟ چون همون اول CSS ضعیف بود تو HTML، بعدن CSS پیشرفت کرد، خیلی از المانهای HTML از دور خارج شدن یا دیگه خیلی کم مصرف شدن. این داستانشه. پس این دوتا هم زیاد کاری نداریم. سلکت همینا رو الان به ترتیب بهت میگم، فقط میخوام ببینید چیه. کلا میبینی همین المانا تو فرم به کار میره که بعضیش مثلا به درد نمیخوره. آپشن گروپ رو بهت میگم، اینم بهت میگم. باتن که همون دکمه است، باتن، میبینی؟ باتن. بیایم پایین‌تر، این دوتا هم کاری نداریم. بریم رو VS Code ببینیم چه خبره. جایگاه فرم کجاست؟ بیایم پایین اینجا، برای رزرو تور فرم زیرا پر کنید. خب گفتیم رپ میکنه فرم، مثل تیبل بود، مثل UL بود که لیست رو نگه میداشت، رپ میکرد، میپوشوندش، مثل تیبل که جدول میپوشوندش. فرم هم این شکلیه. به مرورگر میگیم ما داریم اینجا یه فرم میسازیم. خب پس فرم، برچسب فرم واسه همینه. باز عین تیبل یه سری اتریبیوت های اضافه تر میخوایم به فرم نسبت بدیم. مثلا همین اکشن دیدی خودش یهو ظاهر کرد، میخواد بگه این فرم رو وقتی میخوای ارسال کنی، اطلاعات از کاربر بگیری، ارسال کنی به سمت سرور، به کدوم آدرس میخوای ارسالش کنی. خب به طور پیش‌فرض اگه چیزی نذارم رو همین صفحه ارسال میشه، بعدم باید با PHP بگیرمش. پس زیاد با اکشن کاری نداریم. یا مثلا من میگم بفرستش به صفحه contact.php. اوکی، خالی میذارم. اتریبیوت بعدی متده که خیلی استفاده میشه، پیش‌فرض get یعنی میگه که اطلاعاتی که میخوای ارسال کنی از طریق URL باشه یا نه میخوای پستش کنی. خب به طور پیش‌فرض get. با این دوتا توی طراحی قالب فعلا کاری نداریم تا وارد برنامه نویسی بشیم. خب بیایم داخل فرم ببینیم چه چیزایی میتونیم بنویسیم توش.
اولین گزینه لیبل، آسونه، با لیبل شروع کنیم. فورش رو پاک میکنم ولی همین الان باز مینویسم فعلا لیبل. خب بریم روی پروژهمون ببینیم چیا داشتیم. اولیش نام بود، میخوام بگیم نامتو وارد کن. اوکی، اینم. بریم روی پروژه F5 بیایم پایین. خب نامو وارد کرد، توصیفه رو وارد کرد. حالا بریم تکست باکس رو ایجاد کنیم. چجوری تکست باکس رو ایجاد کنیم؟ با برچسب اینپوت انواع و اقسام تایپ ها رو شامل میشه. میتونیم تکست بنویسیم، میتونیم بگیم از نوع ایمیل باشه، ایمیل بعداً وارد شده، میتونیم بگیم تکست باشه، ایمیل باشه. من فعلا میگم از نوع تکست، نوشته ساده باشه، فقط نامش رو وارد کنه. اوکی، برگردیم روی پروژه F5 رو بزنیم. ناکن ظاهر شد. اینجا دیگه مثلا میتونیم بنویسیم محمد رضا، همین. بریم حالا روی پروژه. اتریبیوت بعدی نیمه، مساوی با نیم میذارم. این نیم اتریبیوت اسمش نیمه، همیشه ثابته. این متغیره. این دوتا رو با هم دیگه قاطی نکنی ها. این مثلا میتونه بشه فامیلی. اوکی، چه اتفاقی میفته وقتی اینجا یه اتریبیوت نیم وارد کنیم؟ وقتی که اطلاعات فرم ارسال میشه به سمت سرور، زبان برنامه‌نویسی PHP پایتون هر چیز دیگه ای، اطلاعات این اینپوت رو به وسیله شناسه نیم دریافت می‌کنه. یعنی بفهمه که این نیم واسه این اینپوته که تو بخش برنامه‌نویسی واردش میشی. فعلا فقط باید بدونید نیم واسه این که یه نامگذاری کنیم واسه اینپوت. مورد بعدی لیبله که اگه یاد باشه فور بود پاکش کردیم. اینجا رو میخوام لیبل رو وصلش کنم به اینپوت. اینجا این دفعه میذارم نیم یک قاطی نشه ولی باز نیم باشه قشنگ‌تره. میذارم نیم یک. اینجا توی اینپوت آیدی اتریبیوت آیدی رو برابر با نیم یک قرار میدم. اینجوری لیبل نامو به اینپوت وصل کردیم. حالا وقتی که وصلش کنیم چه اتفاقی میفته؟ من اگه F5 بزنم روی نام کلیک کنم میبینی فوکوس شد، اومد اینجا انتخاب شد. میبینی؟ اوکی. خب برگردیم روی VS Code. این دو تا خط رو کپی میکنم. این دفعه میخوام شماره تلفن از کاربر بگیریم که بعداً شماره‌شو وارد کرد بتونیم باهاش تماس بگیریم توی تور، مثلا ثبت نامش کنیم. اوکیه، وصلش کنیم به هم دیگه. لیبل رو از نوع نامبر میذارم فورش رو، توی اینپوت آیدی هم از نوع نامبر میذارم. بیام جلوتر واسه PHP یا پایتون نیم از نوع نامبر میذارم که بتونیم بعداً دریافت کنیم این اطلاعات این اینپوت رو به واسه نامبر. با نیم این اطلاعات رو دریافت کنیم، اطلاعات این اینپوت رو دریافت کنیم. خب تایپ رو چیکار می‌کنی؟ این دفعه تایپ رو از نوع نامبر میذارم. خب چند تا تایپ داریم که هر دفعه داری یه چی میذاری واسه خودت. برگردیم رو WT Schools، اینجا بهت نشون بدم. نگاه کن، از این قسمت اینپوت تایپ رو بزن، بیایم پایین نگاه کن، انواع مختلف تایپ ها رو می‌بینی که بهت توضیح میدم. اونایی که نیازه الان یاد بگیری بهت توضیح میدم. یه سریش توی قسمت برنامه‌نویسی معنی پیدا می‌کنه، PHP پایتون، اونجا بهت میگم. نیازی نیست خط به خط دونه دونه یاد بگیری. اگه مثلا چند تاشو یاد نگرفته باشی عصبی بشی یا بگی حالا سخت و این داستانا. نامبر چیه که ما داریم الان استفاده می‌کنیم؟ اگه من برگردم روی پروژه F5 بزنم، نگاه کن. من دیگه نمیتونم بذار یکم ظاهرش زشت شد. اینو تو قسمت پاراگراف جدید و اینم تو قسمت پاراگراف جدید می‌نویسم. اوکی، بریم اینجا F5. خب نام که چی؟ نامو وارد میکنم. من رو کیبوردم نگاه کن، هرچی میذارم نمینویسه، فقط عدد میشه وارد کرد. واقعیت اینه که اگه از نوع تکست هم بذاریم اونور با PHP میگیریم شماره تلفن رو و میتونیم ذخیره کنیم. پس چرا نامبر میذاریم؟ چرا اگه ایمیل میذاریم؟ دو تا دلیل اصلی داره. یکیش راحتی کاربره، دوم امنیت. اول بریم سراغ امنیت. ببین بر اساس تجربه خودم فرم ها بیشترین راه نفوذ هکرها به سایت شماست و نباید به هیچ کاربری اعتماد کنید. بخاطر همین بهتره همون اول چک کنیم که کاراکتر به جای عدد وارد نکنه، کد مخرب وارد نکنه. بعد یه بارم سمت PHP که دیتا رو ارسال میکنیم اونورم چکش کنیم ببینیم باز کاراکتر وارد نکرده باشه، چون از طریق اینسپکت باز میشه کد مخرب وارد کنه. دومیش راحتی بود. طرف میاد کاراکتر وارد میکنه میبینه وارد نمیشه، نگاه میکنه میبینه شماره تلفن، سری شماره تلفنش رو وارد میکنه. این خیلی بهتره تا بره سمت PHP چکش کنیم ببینیم از نوع کاراکتر اشتباه وارد کرده، بعد برگرده ساعت یه بار دیگه ریفرش شه، کاربر ببینه ای بابا شماره تلفنم اشتباه نوشته. این احتمالاً واسه خیلیاتون پیش اومده. پس تا جایی که میشه هم سمت کاربر یوزر سایت چک میکنیم دیتا رو، هم سمت سرور با PHP پایتون یا زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه دیتایی که از کاربر میگیریم و چکش میکنیم و به هیچ کاربری اعتماد نمیکنیم. برگردیم روی VS Code. من 2 تا باتن دکمه ایجاد کنم، بقیه‌شو بریم جلسه بعد که تایمش خیلی طولانی نشه. یه پاراگراف دیگه اینپوت رو ایجاد میکنم. تایپش رو میذارم سابمیت، تایپ دیگه‌مون رو میذارم ریست. بریم روی WT Schools. اینجا رو نگاه کن، یه سابمیت داریم، یه ریست داریم که پاک میکنه فرم هر چی روش نوشته شده باشه. نامبر داریم،
و ایمیل داریم. بیایم اینجا سابمیت ریست. خب بریم روی پروژه F5 بزنم. نگاه کن هر چی که من اینجا نوشته باشم ریست رو بزنم پاک میشه. هر چی که من نوشته باشم سابمیت رو بزنم فرم ارسال میشه به اون آدرسی که زدم. اگه آدرس نزده باشم برمیگرده تو همین صفحه. نگاه کن دیتا به صورت کی به ولیو میگن. نام این عدد رو وارد کرده بودم، حالا من اونجا این عدد رو وارد کردم. یه اند میذاره دیتای بعدی نامبر مساویه این عدد، یعنی شماره‌اش رو گذاشته این عدد. خب از نوع گت این شکلیه، یعنی روی URL دیتا ارسال میشه که کار درست نیست. از نظر امنیتی هم معمولا این کار رو انجام نمیدن. حالا چرا این کار رو بس انجام میدن بعضی از سایت ها؟ دلیل خاص خودش رو داره، باز توی این مپ هست نمیگنجه. برگردیم اینجا. من اگه Alt Shift F رو بزنم یه فرمتش کنم فرمت نمیشه. نگاه کن پریتی رو اگه من بازش کنم برم بالا اینجا نوشته قسمت پست الکترونیکی لیست که ساختیم. اینجا نوشته یه پاراگراف اضافه است یا انتظار همچین پاراگراف بسته ای نمیره. قضیه چیه؟ من باز زومش کنم. اینو من باید قسمت برنامه نویسی یعنی طراحی قالب پیشرفته میگفتم، ولی الان یه اشاره بهش میکنم. نگاه کن این قسمتو من نمیتونم UL رو چون بلاک لوله توی قسمت CSS اینا بهت همه رو توضیح میدم نگران نباش. داخل پاراگراف نمیتونم قرارش بدم بخاطر همین ارور داد. خب الان Alt Shift F رو بزنم دیدی اوکی شد، فرمت شد. ما بقیشو بریم جلسه بعد بهت آموزش بدم. Select Radio Button و Checkbox و Text Area.